فقط یه اشتباه کافیه تا همه چیز نابود شه، ولی کنجکاوی همیشه بهای سنگینی داره. حالا تو جرأت میکنی وارد بشی؟ ببینید ما گوش کنید دوستان، ما باید یه سری وسیله رو برداریم. خب بعد توی یک بعد بگردیم دنبال یک کتابخونه تا بعد ها با کنو آخه چراغا روشن شد دلمون بالاخره روشن حاجی. بابا خودم روشنش کردم. اینو افغانی چی میگه؟ دست بگیرمش بردن نمیشه ای؟ بچه اتاقا معمولا چراغ دارن، روشن کنید چراغ. آقا الان باید بریم تو کدوم اتاق؟ الان ببین گفتم بهت الان ما باید بگنیم فقط مانیتور فقط خب اینه کتاب خونه. خب Gece sensiz yatamam sen اومدی؟ نه دوستان اینجا نه وای آسانسور بیاین بریم آسانسور بزن بریم بالا. آقا بیا بزن بریم بالا، بیسمنت رو بزن. آقا رسیدیم به یه جا. ای آقا مواظب باشی، یه چیز عجیب غریب اینجا. بریم اینو بریم کجا پیدا میکنیم؟ علی منم خوش بدم یکی اینجا مرد. ای وای لباس رو بزن برمشو. آها آقا بریم اینو بریم. این سبزه رو باید بریم. این این آشدی علی این حاجی از جلوم رد شد طرف. میدیم تو داری درست میگی حاجی. برو اینجا این صدا پا میگیره حاجی باید بریم این ور چیز خاصی پیدا نمیکنیم. بریم اون وای فرار کن منم زدشی. جنراتور پیدا کردم. این کی کریم؟ این تویی؟ پشتشی طبقه دیگه هم داشت آسانسور دوستان. کریم تو دک و دیوارش شونش. زنمونم گاهی. کریم باید بری یه چیزی هست اونو وصل کنی، ما رو بک بزنی. ببینید دوستان بگیرتتون به 8 دسته سامورای پت و پارت می‌کرد. حواستون باشه. درست برو کریم. نه یه چیزی مثل اهرمه باید بکشیش آقا پایین. نه اصلا بچه ما نباید اینجا کار خاصی بکنیم. خب الان باید برید علی تو هم مردی. من مردم دیگه داداش. آجی بازی تمام کن نمیتونی تمام کنی. یعنی خیلی طولانیه. کریم این سبزه رو برو. نه یه چیز داره میتونه ما رو باز چیز کنه. بابا علی کریم ما ششیده. باید بریم کتابخونه یه ور دیگر رو اصلا پیدا کنیم. خب یه چند تا باتری ها رو میذاریم مثل پازل. این نور سبزا ایجاد میشه، بعد در اون پایین بود باز میشه. با همونجایی بود که از رافل رفت. خب از همینجا بعد بریم داشت. این سبزه پس چه دوباره بزنیم؟ استارت کن علی دوباره استارت کن من میرم کریم میترسه خب نه استارت کن دوباره بمیر بازار استارت میشه. بمیر بازار استارت میشه. حاجی کریم ششیده تو خودش. کریم برو. بابا برو ببین نه کریم خیلی ترسو. کریم برو. اومدش. همونجا سا تکان نخورین هیچ تکان نخوریم ما نمیتونیم گویی بخوریم. نه وقتی آمد در نمیتونه بیاد تو. بیاین تو در نمیتونه بیاد تو. میان میکنه پشت ما.
بابا من ریف بدی. داداش باید یه چیزی پیدا کنیم که تو ریف بدیم، چیزی نیست. هرچی یهویی میاد سراغت. وای تو زدی منو فقط زد. جفت داره با هم زد آجی. وای تبدیل گرفترم. این را برای من پیدا کن. خب این لور هند تو پیدا کردم، چرا کار نمی کنی؟ نکنه اون ویدیو باید بزنی. بروک لیور. خب باید با چه یوزش بدیم امیر دیم؟ یه سرچ بزن. یک بزن. بکشش. برو یه چیزی الان این دسته بیل پیدا میکنی خب برای بک زدن من. ای آمد. این کریم چی میتر بابا ریدم خودم داداش. آخ یکی تو رفت. کی بود؟ وای من اسپان اومدی شدم. داداش اومدی. ترسیدی؟ بچه ها اینجا به هیولان نخوریم اصلا. الان یه عالم هیولان میاد خب. باید بشینیم فقط بکنم اینجا. نه من این نمیبینم. حاجی این میاد میخوره. بابا تخم سگ برو. در رو همین انگلو بود دادی که نمیبینی. حاجی بشینی یه جا فقط. بشین یه جا تکان نخور نمیبینه. بشین یه جا. وای علی شد تیرمو برم. یا کور احمق بشین یه جا تکان نخور. کریم نمیدید دیگه داداش. در آب